ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجمخلوف. قسم پنجم، گفتار 138. تاریخ انقلاب فکری در بخارا. وقتی که عسکری روس به بخارا در آمده، دوریه زده برآمده، در تحت دروازه قواله منزل کرد و تخلیص محبوسین به عموم اهالی معلوم گردید، روح اهل بلوا یک باره افتاد. هر کس به خانه خود منزوی شد و حالان که این کار به کیف اهل حکومت موافق نمی افتاد. بنابراین ارباب حکومت به اهالی می گفتند که عسکری روس برای حمایت رعیگان خود و حفظ بانک ها آمده است. محبوسین تخلیص نیافتند، بلکه به سیبیریا نفو شدند. والحاصل به این قسم گفتارها روح اهالی را دیگر بار قوت داده به ثبات در اختلال دلالت می کردند. به تشبساتی که از کاغان کرده شد، احوال بخارا در پترگراد به هیئت وزرای روس معلوم گردید. از پترگراد به امضای میلیوکوف و کرینسکی به نام امیر و میلر و به هیئت اجرایی شهر کاغان به این مضمون تلگراف آمد. احوال فجیعه بخارا معلوم شد. کسانی را که در این فتنه سبب شده اند و به اصلاحات مانع آمده اند باید جزای سخت داده شود. بعد از این به جان و مال جوان بخاریان هر ضرر و زیانی که رسد شخص امیر و شخص میلر مسئولند. با ورود این تلگراف طبیعی حکومت بخارا سررشته کار خود را گم می کرد. لیکن از آنجا که میلر در میان بود و هنوز برقرار نبودن هیئت وزرای پترگراد به میلر معلوم بود، اهمیت این تلگراف را در نظر حکومت بخارا به درجه هیچ فراورد. به تشویق و جسارت دادن میلر، حکومت بخارا به جواب این تلگراف چی حرکت کرد؟ به جایی که سببان فتنه را جزا دهد، روح اهل بلوا را درست قوت دادنی شده، در بین اهالی شهرت داد که حکومت روس از بخارا تا قزلی اداره تمام ترکستان را به حکومت بخارا حواله کرده است. ماموران حکومت به سپاهیان بزرگ و به تاجران کلان این خبر را تبشیر کرده سیونچی ها گرفتند و سر و پای ها پوشیدند. به سبب اشاعه کردن این خبر فتنه‌چیان به تهیج تمام به پای برخاستند، به ایناد و اصرار خود دوامت کردند. حکومت بخارا برای تغلیط چشم اجنبیان از سرخیلان فتنه قاضی برهان الدین معزول را در بیرون شهر بخارا به چارباغ خودش جای داده، نام این را حبس گذاشت و ملا دوست مفتی را به قضای قرشی که در وقت امنیت در امثال آن درجه بلند رسیدنش ممکن نبود نصب کرده، نام این را نفی گذاشت. عامه اهالی را به اشاعه خبری مذکور در شور انداخت و سرخیلان بلوا را اطمینان داده
خطی حرکتی منتظمی برای اجرای بلوا در آنها نشان داد. در صفحه های بالا عرض شده بود که مأموران حکومت و کسانی که در اصلاحات منفعتشان محو می شود در صحراها آدم فرستاده اهالی تومنات و ولایات را به حفظ دولت امیر و به غزا و جهاد دعوت کرده بودند. یعنی به صحراییان که اصل اصلاحات به منفعت ایشان بود خبرهای مهیجی بر دروغ اشاعه کرده گفته بودند که جدیدها می خواهند امیر را عزل کنند، جدیدها می خواهند رویهای زنهای شما را کشایند و کذا و کذا. چون به سبب این اغواها اهل قرا و صحرا غزا طلب شده به بخارا آمدند، حکومت از بیم تاراج انبار عموم به دروازه های شهر قراول مانده صحراییان را از دخول به شهر مانع آمد، اما برای از اشتباه برآوردن آنها کاری نکرد، بلکه روحی اختلال پرورانه آنها را تقویت داده برای ایشان گاوها، گوسفندها، جوالهای برنج فرستاده ضیافتهای بزرگ مهیا کرد. بعد از چند گاه امیر بیزاد در غژدوان سفر کرده همه سرخیلان جماعی بلواچی و امینان و آقسقالان را عملهای کلان داده احسانهای نمایان نمود. میرزا نظام الدین خواجه اورگنجی که در اوایل مسائل اصلاحات به خدمت مأمور شده به قرشی رفته بود، به مجرد وقوع اختلال در بخارا حاضر شد. ذاتاً این شخص به عناد و اصراری تمام به اصلاحات مقابل بود. علاوه بر این به سبب این اختلال به غصب کردن منصب وزارت چشم دوخته بود و انتقامی که چند سال باز از نصرالله بی در دل داشت کشیدنی بود. این مرد روح اختلال و جان مجسم فتنه شدن نمایان گردید. از یک طرف اصلاحات خواهان را از طرف خود تأمین کرده سبب این فتنه نصرالله قشبیگی را نشان میداد، از طرف دیگر اهل فتنه و بلوا را بر ضرر قشبیگی تحریک کرده می گفت. در اصلاحات جناب عالی اصلاً خواهش ندارند. این همه کارها را قشبیگی برآورده است. عزل قشبیگی را طلب کنید. ذاتاً نصرالله بی قشبیگی به سبب سیاست دورویه‌ای که داشت اعتماد دو فرقه را هم از خود زائل کرده بود. اصلاحات خواهان به سوی نیت قشبیگی پی برده روگردان شده بودند. اختلالچیان به اقدامی که قشبیگی در اولی وهله برای اصلاحات کرده بود دشمنی می کردند. حکومت بخارا به واسطه الچخانه روس با مهاجرین کاگان مسئله آشتی را در میان آورد. آشتی از این قرار بود: 12 نفر از ترقی پروران به حضور امیر قبول یافته با وکلای ملایان آشتی می کنند. حکومت وعده می دهد که مندرجات فرمان 28 جمادی الثانی را اجرا کند و حقوق ترقی پروران را محافظه نماید. روز پنجشنبه 5 رجب 1335 یکی از احباب در بیمارخانه این خبر را به ما رساند و گفت: روز جمعه ما 12 نفر همراه اعضای الچخانه به حضور امیر می رویم. گفتم: برادر، یقین دانید که شمایان را پاره پاره خواهند کرد، از دمی تیغ خواهند گذرانید و دستورالعملی که روز شنبه و یک شنبه اجرای آن
در سکته گرفتار شده بود فردا خواهد اتمام کرد. گفت ما و الچخانه و هیئت اجرایی شهر کاگان از هیئت عسکریه به این مصلحت قرار دادیم. اکنون از این فکر نقل کرده نمی توانیم. گفتم من هم می دانم شما قرار دادید و اجرا نیز خواهید کرد، لیکن غرض از این اخطار فقیر آن است که به کشته شدن مهیا شده روید. خلاصه روز جمعه 6 رجب 12 نفر از شورای اسلامی ترقی پروران بخارا با رفاقت میلر، شولکه و چند نفر از روسان کاگان و مسلمانان تاتار و قفقازیه به بخارا رفته به ارک عالی داخل شده به خانه قشبیگی منزل گرفتند. وکلای ملایان و مفتیان، قاضی کلان و رئیس، سپاهیان و سرکردگان در مهمانخانه رحیم خانی حاضر شدند. این 12 نفر نیز با رفقاشان در مهمانخانه مذکور حاضر شدند. امیر نیز آمده صدر مجلس را اشغال کرد. وکلای ملایان به یک باره آشوب برداشته ما چیزی را قبول نمی کنیم گفته فریاد می کردند. در بیرون مهمانخانه رحیم خانی و در ساخلو و تحت تخت اهل بلوای بسیاری جمع شده این 12 نفر را حاضر کشتن لازم است گفته فریاد می کردند. بعضی سرکردگان به میلر خطاب کرده بیز قبول قیل میمیز توره بیزنی اتو قیل گفته غلغله می انداختند. امیر چیزی نمی گفت. آخر یکی از جوان بخاریان به امیر خطاب کرده گفت تقصیر جناب شما مرحمت کرده به اینها فهمانید که فرمان اصلاحات را شما برآوردید یا ما؟ به امر همایون شما اینها مانع آمدند یا ما؟ امیر به ملایان خطاب کرده گفت اینها یعنی جوان بخاریان نیز تبعی صادقه ما اند. اینها نیز چیزی موافق شریعت را می خواهند. به جوان بخاریان خطاب کرده گفت یک خودی من چیکار کنم؟ امیر به همین قدر مجلس را قطع کرده از خانه بیرون رفت. سایرین را نیز مأموران حکومت از خانه بیرون کردند. به خانه تنها 12 نفر نمایندگانی ترقی پروران ماندند. در بیرون خانه این 12 نفر را کشتن لازم است گفته اهل بلوا شورش می کردند. تورقوری هدیچی آمده به خانه قشبیگی رفتن این 12 نفر را طلب کرد. اینها گفتند مادام که می خواهند ما را بکشند به همین مهمانخانه پادشاهی بکشند. ما نمی خواهیم که خود را به بیرون در به اهل بلوا تسلیم نماییم. تورقوری هدیچی گفت من متصدی می شوم که به شما کسی تعرض نمی کند. گفتند ما به شخص خود شما امنیت نداریم. یک کسی دیگر از مأموران نیز آمده تکلیف خروج کرد. ایشان باز رد کردند و گفتند ما را میلر و شولکه تأمینات داده آورده بودند. باز آنها آمده خواهند ما را از اینجا برآورد. عاقبت میلر و شولکه بیزات برآمده اهل بلوا را تسکین دادند و آمده این 12 نفر را از مهمانخانه رحیم خانی به خانه قشبیگی بردند. قشبیگی خط تصویب کرده امضا کردن این 12 نفر را طلب کرد. مضمون خط به من معلوم نیست. میلر نیز امضا کردن این خط را دلالت کرد. وکلای جوان بخاریان گفتند ما به خواهش میلر امضا کردیم گفته امضا می کنیم. این شرط را میلر قبول نکرد. خط به امضا ماند. شورش اهل بلوا ساعت به ساعت زیاد می گردید.
هر زمان به خانه‌ای که این 12 نفر بودند هجوم کردنی می شدند. غرض حکومت چی بودن به خوبی معلوم است. اگر حکومت غرض فاسدی نمی داشت، هیچگاه جماعتی متکثره از اهل بلوا را در داخل ارگ راه نمی داد. و حالان که حکومت به اهل فتنه و بلوا باری عام داده بود، هر کس هر قدر بی حرمتی که خواهد در بالای ارگ برآمده کرده می توانست. الغرض تا وقت غروب اهل فتنه در بالای ارگ بودند. وکلای جوان بخاریان به خانه قشبیگی عادتاً محصور یا محبوس بودند. اگر از خانه می برآمدن همان بود و کشته شدن همان. بنابر قاعده‌ای که دروازه ارگ بخارا از وقت غروب بسته می شود، ماموران حکومت اهل بلوا را از ارگ اخراج کردند. لیکن ایشان منتظر قتل این 12 نفر شده به ریگستان مهیا بودند. شورش می کردند و فریاد می زدند. بعد از این میلر از جوان بخاریان خواهش کرد که مسلمانان رعیه روس باید از بین شما بروند. نمایندگان قبول نکردند. میلر دوباره به نمایندگان گفت: من می روم، شما امشب اینجا باشید. نیم شب یا سحر بعد از متفرق شدن اهل فتنه شما را قشبیگی آزاد می کند. جوان بخاریان گفتند: ما به هیچ یک از مأموران حکومت اعتماد نداریم. ما را شما تأمینات داده آوردید. مادام که از تخلیص ما عاجز هستید، شما هم در قطار ما باشید. اگر به ما تعرض کنند هر فلاکت را با هم می بینیم. میلر تا 2 ساعت بعد از غروب توقف کرده باز تقاضای تنها رفتن را کرد. عاقبت جوان بخاریان احوال را با تلفن در تخت دروازه قواله به عسکری روس و در کاگان به اداره جمعیت ها معلوم کردند. اهالی کاگان فوراً عسکری فخری حاضر کرده مسلحاً محصورین را خلاص کردنی شدند. عسکری روس با تلفن به میلر گفت: اگر خود تنها از شهر برایی یا یکی از این 12 نفر را آسیبی رسد، اولین هدف تیر ما ذات تو خواهد بود. بعد از این تهدید میلر به تخلیص محصورین جدی کوشش کرد. در فرصت 15 دقیقه متفرق شدن اهل بلوا را از قشبیگی به صورت قطعی طلب نمود. بعد از این التیماتوم در 15 دقیقه اهل شورش از ریگستان متفرق شدند. به خوبی معلوم شد که روح بلوا قشبیگی و میلر و عموماً مأموران حکومتی بخارا بودند، زیرا به یک طلب سخت میلر و به یک امر قطعی قشبیگی در 15 دقیقه اهل بلوا متفرق شدند. والحاصل راه خلاص محصورین تأمین یافت. میرزا نظام الدین خواجه به راهبری محصورین تا کاگان مأمور شد. میرزا نظام الدین خواجه برای اثبات کردن خیانت قشبیگی در نظر نمایندگان کاگان گفت: باید یکی هم از مأموران قشبیگی به ما رفاقت نکند، زیرا هیچ یکی اینها محل اعتماد نیستند. الغرض محصورین از ارگ خارج شده با عرابه های پادشاهی برای احتیاط از دروازه حضرت امام برآمده راه کاگان را پیش گرفتند. چون خیانت قشبیگی و حکومت بخارا ظاهر شد و جای انکار و پرده پوشی نماند، برای تزکیه خود میلر می گفت: این خیانت نصرالله قشبیگی است. اکنون عزل قشبیگی لازم شد. و حالان که هر مسئولیتی که به نصرالله قشبیگی راجع شود، به آن مسئولیت میلر و شولک نیز شریک بودند. ذاتاً قشبیگی دم آبی را بی اذن اینها نمی نوشید.
خلاصه خلاص یافتگان ساریمن به کاگان رسیدند. در کاگان با اجتماعی بزرگ مشورت شد و خیانت‌های قشبیگی مذاکره یافت. خیانت قشبیگی را میلر نیز اقرار کرده بود. عاقبت به اتفاق آرا عزل قشبیگی قرار گرفت. در این میان سوی نیت میلر و شولک نیز مذاکره گردید. فردا قرار کاگان را میلر به جناب آری معلوم کرد. فوراً از طرف حکومت بخارا نصرالله قشبیگی معزول و به منصب وزارت میرزا نظام الدین خواجه اورگنجی منصوب گردید. با این عزل و نصب حکومت بخارا دو نشان را به یک تیر زد. به چشم اجنبیان و ترقی پروران گویا که قشبیگی را به خواهش ایشان عزل کرد. به نظر اهل بلوا و فتنه ذاتاً نصرالله قشبیگی اصلاحات خواه می نمود. بنابراین به این عزل روح اهل فتنه نیز تقویت یافت. اگر در واقع غرض از عزل قشبیگی تنبیه اهل بلوا می بود، هر آینه در منصب وزارت میرزای اورگنجی معلوم المسلک را نمی آوردند. شب دیگر در سبرانیه کاگان عزل میلر قرار یافته اجرا گردید. شولک فرار نمود. موقتاً کار الچیخانه را ودینسکی که نایب دوم بود اداره می کرد. از تاشکند مأموران موقتی به اداره الچیخانه آمدند. این مأموران نیز تربیت یافتگان میرزاخانه گنرال گوبرناتوری تاشکند و از باقی ماندگان عهد استبداد بودند. ایشان هر کار را به ثوابدید ودینسکی که سایه مجسم میلر و شولک بود می کردند. حکومت روس بعد از انقلاب کبیر روز تا روز در پریشانی ها و اختلاف های تازه افتادن گرفت. لذا مسئله بخارا تمام به اختیار تاشکند و کاگان ماند. حکومت بخارا به یک روش منتظم به عکس الحرکت خود دوامت میکرد. به جای تنبیه سرخیلان فتنه را هر روز عنوانهای تازه میداد. هر باری که از تاشکند مفتش و نماینده به بخارا می آمد، حکومت بخارا ریگستان و ارک را از اهل بلوا مملو کرده خود را در تعویق اصلاحات مجبور نشان میداد. چنانچه در بالا عرض کرده شده بود، در اوایل بلوا از طرف اهل فتنه ملا قطب‌الدین، عبادالله مخدوم، ملا خال مفتی، شفقت الله خواجه و مظفر خواجه وکیل تعیین شده بودند. از این وکلا شفقت الله خواجه و مظفر خواجه مصلحانه و به اعتدال حرکت می کردند، اما سایرین وکلا هر روز یک فساد ایجاد می کردند. از حکومت احسان و انعام می یافتند. مردم نیز بعضی به سبب جهالت که لازمش اسارت است، بعضی مجبورن برای محافظت ناموس و آبروی خود به این وکلا بندوار اطاعت می کردند. از وکلا عبادالله مخدوم روایتی نوشته تجدید ایمان و تحلیف ترقی پروران را طلب نمود. این روایت را به بعضی مفتیان که سرخیل فتنه بودند مهر کنند و به آنانی که به اقدام این گونه کاری خلاف شرع صریح جسارت نمی کردند به زور و تهدید مهر کنند. اما ملا صدیق مفتی تاتار به اکراه نیز مهر نکرد. گفت من رعیه روس هستم، از تهدید شما نمی ترسم. چون امر خلاف شرع است مهر نخواهم کرد. دام الله اکرام مفتی خلاف شرع بودن تجدید ایمان یک فرقه معلوم الایمان و تخلیف ایشان را فهماندنی شده به نظام الدین خواجه قشبیگی خط کردند و این سبب
حکومت دامالله اکرام را از بخارا نفی کرده به غزار قاضی کرد. پس معلوم می شود که این همه روایت بازی ها نیز کاری حکومت بوده است. چون به سبب عنوان دادن حکومت وکلا در نزد عموم نفوذ و اعتبار کلی پیدا کردند، و عبارت دیگر همه از ترس و بیم به ایشان اطاعت و مراجعت می کردند، از فتنه جویان و منصبخواهان هر کس به سودای وکیل شدن افتاده هر زمان آشوبی برپا می کرد. از این جمله قاری عبادالله امام که ذکرش در اوایل واقعات بلوا گذشت و عماد مخدوم جنبول و نظرالله مخدوم و امثالشان بودند. والحاصل این وکلای رسمی و غیر رسمی هر روز به هر کجا و به هر کس تو جدید یا توبه کن و تجدید ایمان نما و سوگند خور و الا حکم قتل تو حاضر است گفته به گریبانش آویزان می شدند. بیچاره آدمانی که نه از جدید خبر دارند و نه از قدیم در مهلکه عجیب افتاده بودند. بعضی در کاغان فرار کرده مدد می خواستند و در شورای اسلام اعضا می شدند. بعضی ضیافتی کرده به این صاحبان شریعت و جنت پیشکشی داده جان و مال خود را محافظت می نمودند. حکومت نیز هر مراجعتی وکلا را بی اعتنا نمی گذاشت، گویا که ایشان معناً وکیل مختاری حکومت بودند. حکومت بعد از چند روز قاضی کلان معزول میر برهان الدین را به بخارا درآورد. خانه این شخص باز مرکزی فتنه و فساد گردید. مقصد اولی میر برهان الدین عزل میرزا محمد شریف قاضی کلان و نسب خود بود. بنابراین ملایان را به عکس این شخص حرکت می‌داد و می‌گفت این شخص معاون ترقی پروران است و الا چرا مأخذهای ملایان ترقی پرور را نمی‌گیرد؟ به سبب این اغواها ملایان طالبی مأخذ به قاضی کلان مراجعت کرده گرفتنی مأخذهای ملایان ترقی پرور را طلب می‌کردند. قاضی کلان به امیر عرض می‌کرد. امیر به صبر توصیه می‌فرمود. میر برهان الدین سبب ناگرفتن مأخذها خودی قاضی کلان گفته فتنه را تحریک می‌کرد. عاقبت به امر امیر مأخذهای ترقی پروران را گرفتند. مع ذالک میر برهان الدین ساقط نشد. از علمای بزرگ، مصنف و بعضی دیگران که در منصب قاضی کلانی چشم دوخته بودند لا لحب علی بل لبغض معاویه گویان با برهان الدین برخلاف میرزا محمد شریف اتفاق کرده بودند. شما گفتار 138 رو از روی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمخلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.